پرستو 2017 را پرفشار میکنیم برای اجرای این امر. محدودیت در مؤلفان خارجی و برتری دادن به هنرمندان و کارگردان‌های جوان از شرط‌های اصلی نمایشنامه‌های جشنواره تئاترهای کسبی پرستو 2017 شد. در جشنواره مذکور که صبح 18 اپریل در شهر دوشنبه آغاز شد، مسئولان وزارت فرهنگ گفتند بعد از اراده‌های رئیس جمهور در ملاقات با زیاییان در انتخاب و بهاگذاری اثرهای تئاتری تغییرات به میان آمده است. امامعلی رحمان 20 مارس در ملاقات با زیاییان کشور گفت هرچند در 5 سال گذشته در تئاترهای کشور 172 اثر به صحنه گذاشته شده است، ولی آنها طلبات تماشابین را قانع کردن نمی‌توانند و قسم زیادی این نمایشنامه‌ها تکرار همدیگر می‌باشند. مسئله برنامه‌های تئاترها را بار دیگر مورد بررسی قرار دادیم و از 13 اثری نوی که در 3 ماه‌های اول در تئاترهای جمهوری روی صحنه آمدند، 8 اثر از دراماتورگان ملی و 5 اثر از دراماتورگان خارجی بودند. ولی منعقدان تئاتر میگویند به صحنه ماندن اثرهای مشهور خارجی اصلا بدی ندارد. تنها آنگونه باید پیشنهاد تماشابین تاجیک کرد که به عرف و عادت و ذوق بیننده موافق کرده شود. با در نظر داشت سال جوانان اعلان شدن سال 2017 از 17 اثر آزمانی جشنواره 11 تایش محصول دست کارگردان‌های جوان است. اثرهای انتخاب شده هم از نویسندگان تاجیک به شمار می‌روند. ما امیدوار هستیم که برگزاری این فستیوال چهره‌های نو چهره‌های نوی اکتوران، رژیسوران، دراماتورگان، رسامان تئاتر، آهنگسازان روی صحنه می‌آیند و این یکی از پدیده‌های بهترینی که ما انتظار هستیم از این فستیوال آزمانی پرستو 2017 می‌گردد. جشنواره تئاترهای کسبی پرستو امسال با نمایشنامه پزشکی پران شروع شد. این نمایشنامه از روی اثر دراماتورگ فرانسوی ژان باتیست مولر و در کارگردانی قربان صابر در تئاتر دولتی اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی روی صحنه آمده است. جشنواره آزمون تئاترهای کسبی پرستو که هر 2 سال یک مرتبه برگزار می شود، امسال در آن 17 تئاتر کسبی شهر و ناحیه‌های کشور برای شاه جایزه و دیگر جایزه ها رقابت خواهند کرد. خیلی خوب است که 2 سال یک بار برگزار می گردد. در آن چون که در طول 2 سال هر یک تئاتر نه کم از 7-8 نمایشنامه روی صحنه می برآورد و مس نمایشنامه بهترینش را برای اشتراک در فستیوال می آورد. از مثلا شروع بدی هر یک تئاتر میشیند تحلیل میکند نمایشنامه را باز یک بار دیگر میبیند و نمایشنامه خوبترش را میخواد مثلا پیشکش هواداران و مثلا دوستداران تئاتر منعقدان تئاتر مثلا پیشکش نماید. پرستو 2017 که تا 24 اپریل ادامه میکند به 100 سالگی تحفه فاضله و هنرپیشه خلقی اتحاد شوروی بخشیده شده است. در هیئت حکمان جشنواره به غیر از منعقدان تئاتر تاجیک همچنین از روسیه و اسیتیه مهمانان دعوت شدند. شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه.